بسم الله الرحمن الرحیم. خب الان قسمت دوم داستان ابودردا را خدا توفیق بده با هم خواهیم خوند در این جلسه. اگر به یاد داشته باشید گفتیم که ابودردا چگونه با اون بت خودش در اون تجارت خودش مشغول و سرگرم بود و چگونه از زمانی که اسلام رو پذیرفت تمام روح خودش و روان خودش رو همراه کرد با دین خدا، آموزش دین خدا و عبادت و تلاوت قرآن و حفظ آیات الهی که این خودش خیلی مهم هست. حالا ما در جای اشاره خواهیم کرد که چرا که اینجا نقل شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام بخاری نقل کرده میگه وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن کسی قرآن رو جمع نکرده بود جز 4 نفر، یعنی کامل مثلا جمع آوری کرد. یکی ابودردا بود، یکی معاذ بن جبل بود، یکی زید بن ثابت و یکی ابو زید بود. و این نشون میده که ابودردا که در این فرصتی که مسلمان شده بود چقدر توجه کرد و چقدر به این مسئله اهمیت میداد. و یک نکته‌ای که اصلا وجود داره در مورد زندگی ابودردا در تحت تأثیر تربیت مکتب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار گرفت که ایشون میگه پیامبر خدا به من سفارش کرده بود که من در هر ماه 3 روز روزه را از دست ندم، همون ایام 20 13 14 15 هر ماه رو از دست ندم، نماز ضحی رو از دست ندم، یعنی بعد از نماز صبح تا زمانی که خورشید طلوع میکنه، خورشید بالا میاد، اون موقع نماز ضحی هست، حالا 2 رکعت بیشتر یا کم، بیشتر یا همون 2 رکعت، گفت اینو از دست ندم. و اینکه من هر وقت میخوابم قبل از خواب یک نماز وتر رو از دست ندم و من این رو فراموش نکردم. و این سفارشی بود که در این مورد شده بود. حتی نقل شده که در معاذ بن جبل نقل میکنه، میگه وقتی که وفات ابودردا رسیده بود گفتش که خب مثلا چه وفات معاذ بن جبل رسید در دمشق، در اون موقع بودن، ازش پرسیدن خب معاذ ما به کی مراجعه کنیم بعد از تو اگه سوالی داشتیم، که معاذ بن جبل جز کسانی بود که حضرت عمر فرستاده بود اون سرزمین، گفت برید پیش ابودردا، این جزو کسانی که خداوند بهش علم داده و در واقع ابودردا بخش قضاوت شهر دمشق رو به عهده داشت و جزو علما و شخصیت هایی بود که انسان نمیتونه به همین راحتی در موردش سخن بگه. معروف هست که ایشون وقتی در نیمه های شب میشد میگه وقتی چشم ها خوابید و ستارگان بر آسمان غلبه کردن، ای خدا فقط تو زنده و پایدار هستی. و اون در اون شبها میگه خیلی علاقه داشت، میگه من خیلی دوست دارم، برای من خیلی محبوب تره این که من بخوام ذکر خدا رو بکنم از اینکه بخوام مثلا برم صدقه و اینها بدم. این نشون میداد که خیلی به ذکر و علاقه داشت، یعنی حالت خیلی خاصی داشت. معروف ابودردا میگفت 3 چیز من رو به گریه میندازه، 3 چیز من رو به گریه میندازه. اونی که میبینم به افرادی که به دنیا علاقمند هستن، هی تو دنیا آرزو دارن، در حالی که مرگ به دنبال اونها هست. وقتی به اینها رو میبینم من به گریه میافتم که انسان مرگ دنبالته، تو اینقدر در دنیا آرزو و خیال داری. و از اون آدم غافلی که از خودش غافل شده و داره میخنده و خودش رو سرگرم کرده و به توجه نداره خوشنودی خدا رو به دست بیاره و سبب خشم خدا میشه، از این هم من به گریه میافتم. و مورد سوم این که بین من و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یاران پیامبر فاصله افتاده و من ناراحتم که این فاصله من رو به گریه میندازه، نمیدونم آیا من به بهشت خواهم رفت یا به جنت خواهم رفت. از ابودردا نقل شده که جالبه که وقتی که ایشون نزد مردن خودش بود شتری داشت، رو به شتر خودش کرد، حالا بعیری همون میگن حیوانی که داشت، گفت که فردای قیامت نزد پروردگار با من مجادله نکن، من رو به محاکمه نکش، چرا که من نمیدونم آیا واقعا بیشتر از بار تو بر تو حمل کردم یا نه. این حالات خیلی عجیبی بود که ایشون وجود داشت در بینش. گفتم یک حالت برادری بین ایشون و بین عبدالله ابن رواحه وجود داشت، به ویژه که خب عبدالله ابن رواحه قبل از ایشون به شهادت رسیده بود. وقتی که دیگه ایشون مسلمان میشد عبدالله ابن رواحه رو صدا میکرد، عبدالله بیا با هم بنشینیم 1 ساعت بالاخره ذکر کنیم خداوند رو. خیلی جالبه، فلنؤمن ساعه، بیا با هم بنشینیم 1 ساعت ایمان بیاریم و ذکر خدا رو بکنیم. و این حالات مجالس ایمانی بود که ابودردا داشت و نکاتی که واقعا بعد بهش اهمیت داشت. ابودردا خیلی توجه میکرد به بحث ایمان، به بحث این که مردم رو به سوی خدا دعوت کنه. میرفت
حدیث پیامبر رو نقل میکرد. پیامبر گفته خدا رو عبادت کنید اونگونه که اونو میبینید، اگه نمیتونید اون رو ببینید خدا شما رو میبینه. خودتون رو آماده بکنید برای عبادت خدا. و ایشون همچنان یعنی در مسیر دعوت تا لحظه کوتاهی نکرد. اما دنباله داستانی که میخواستم بگم بحث دوران خلافت عمر هست. عمر ابودردا رو خلاصه تا یک حکومتی گفتیم بحث قضا فرستاد به سرزمین شام و گفتش که میخوای برات من یه حقوقی چیزی، اولا گفت تو میخوام فرمانروای اون سرزمین کنم، گفت من قبول نمیکنم. گفت تو رو میفرستم سرزمین شام که در اونجا بری مردم رو دعوت به اسلام بکنی، دعوت به دین بکنی، کتاب خدا رو آموزش بدی، سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو آموزش بدی. گفت باشه، حالا که این کار می‌کنی این کار میرم، اما برای قدرت و فرمانروایی و امارت اینا من نمیرم. ابودردا به دمشق رفت و بالاخره تا تمام تلاش خودش رو میکرد تا بتونه مردم رو آموزش بده، مفاهیم دینی رو آموزش بده. و در حالی که میدید مردم غرق دنیا شدن، غرق نعمت‌ها شدن، ایشون ناراحت میشد، در مسجد جمع میشد، میگفت ای برادران اهل دمشق، ای برادران ایمانی من در دین، ای همسایگان ما، ای انصاری که شما در برابر دشمنان خدا ایستادید، ای مردم دمشق نصیحت منو گوش کنید. نصیحت میکرد، میگفت من چرا میبینم که دارن علمای شما از دنیا میرن و شهید میشن و جاهلانی که در این زندگی هستن آموزش نمیگیرن، نمیفهمن. و همینجوری ایشون اشاره میکرد چی شده شما دارید مال دارایی رو جمع میکنید که نمیتونید این رو بخورید، خونه‌هایی دارید برای خودتون میسازید، در این خونه‌ها نمیتونید زندگی کنید، آرزوهایی دارید که به این آرزوهاتون نمیرسید در این دنیا. شما اقوام قبل از شما مال و دارایی ثروت جمع کردند و آرزوها داشتند، اما همه اونها رفتن و میبینید که امروز باد و خاکستر بر اونها نشسته. آرزوهای اونها جز فریب و غرور نبود، خونه‌هاشون قبرهاشون شد. و ای اهل دمشق، ای مردم این سرزمین، مواظب باشید که خونه‌هاتون فقط به فکر مال و فرزند نباشید و همه اینها رو به شما من بدید، به 2 درهم هم از شما نمیخرم. و این گونه نصیحت‌های خالصانه میکرد. مردم هم می‌نشستن گریه می‌کردند و عجیب بود. تو بازارها میرفت، بین مردم میرفت، آموزش میداد، کسانی که ازش سوال داشتن به اونها جواب میداد، غافلان رو ناآگاهان رو بیدار میکرد و از هر فرصتی به دنبال این بود که به مردم چیکار کنه، آموزش بدن. میگه معروفه که یه روز یک جماعتی، یک گروهی دید که جمع شدن دارن یک کسی رو به شدت میزنن، بهش دشنام میدن. گفت در این جریان چیه؟ گفتن آقا این شخصی گناه خیلی بزرگی رو انجام داده و بالاخره اگر این گناه رو چون به انجام هر کسی دیگه انجام بده چیکار میشه و فلان میشه. گفتش که من از شما یک سوال میکنم، آیا وقتی که در یک چاه کسی میفته شما تو اون چاه چیکار میکنید؟ میذاریش تو اون چاه بمونه یا رهاش میکنید؟ مردم گفتن خب نه، بیفته تو چاه ما از چاه درش میاریم. گفت خب چرا دارید اینو میزنید؟ چرا اینو دارید دشنام میدید؟ اینو نصیحتش بکنید، اینو بیدارش کنید، آگاهش بکنید، این رو به سمت دین خدا بیارید و خدا رو شکر کنید که خداوند شما رو از این گناه و اینها دور کرده. خب چی داری میگی؟ نمیبینی این گناه کرده؟ آیا تو ناراحت نیستی از این؟ بهش خشم نمیگیری به خاطر این رفتار گناه آلود؟ ایشون گفت نگاه کنید، من با این شخص دشمنی ندارم. من خشم اگر بگیرم و ناراحت بشم به خاطر گناهش هست، نه به خاطر خودش هست. خشم من به خاطر گناهش هست. من با این هیچ دشمنی ندارم، ناراحتی من گناه این هست. و مثل یک طبیبی که با بیمار مشکل نداره، با بیماری مشکل داره، داستان همین هست. میگن اون شخص شروع کرد زد زیر گریه و اعلان کرد و توبه کرد و بالاخره این برخورد ابودردا بود. میگن یک جوانی اومد روز پیش ابودردا، گفتش که منو نصیحت کنه، یار پیامبر، شاگرد پیامبر. گفت پسرم، خدا رو در پنهانی خودت، در خلوت خودت یاد کن. خدا رو یاد کن تا خدا هم در سختی تو رو یاد بکنه، در زمانی که تو در سختی و تنهایی میفتی. ای پسرم، یا سعی کن عالم باشی، علم یاد بگیری، یا عالم بشی، یعنی به دیگران هم علم بدی، یا برو علم یاد بگیر، یا حداقل برو در جلسه‌ای که علما حضور دارن بنشین گوش کن، علم یاد بگیری. اما فرد چهارم نباش، یا عالم باش یا متعلم باش و دنبال آموزش علم باش، در جلسه علما بنشین و سعی کن فرد چهارمی نباشه که از اینها دور باشی که اگر چنین بود به هلاکت میرسی. پسرم، مسجد سعی کن خونت باشه. من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میگفت که مساجد خانه هر انسان با تقواییه. خداوند عزوجل میگه که برای کسانی که در مساجد هستن ضمانت کرده که در مساجد رحمت هست، روح و برکات و خیر و همه اینها در مساجد الهی میاد. میگه گروهی از جوانان نشسته بودن در مسیری، داشتن با هم صحبت میکردن و این رو بهشون کرد، گفت نگاه کنید ای فرزندان من،
فرزندان من نگاه کنید، صومعه یک انسان مسلم در واقع خونشه. از اینکه تو خیابون‌ها بگردید و خودتون سرگرم کنید، تو همون خانه‌هاتون بنشینید و به عبادت مشغول بشید، چشمتون و گوشتون از گناهان دور کنید، تو این بازارها نگردید به لهو و لعب و به سرگرمی. و در هر صورت میگن این نکته خیلی وجود داره، در همون زمانی که ایشون در دمشق بود، معاویه بن ابی سفیان اومد از دخترش خواستگاری کرد برای یزید و این نداد. بهش گفتن چرا رفت به یه آدم ساده و زاهدی در دمشق دخترش رو داد؟ گفتن چرا به پسر معاویه ندادی؟ گفت برای اینکه من نمیخواستم دختر من در یک ثروت و قدرت و رفاه و خدم و حشم قرار بگیره، مبادا دنیا سبب بشه چشم و دین اون رو از بین ببره و حواسش پرت بشه. داستان عمر رو حالا میخوام نقل کنم که عمر بالاخره یه روز به دمشق رفت سراغ خونه ابودردا رو گرفت و رفت. شب دید در خونه بازه، چراغی هم تو خونه نبود و گفتش که صدا کرد من فلانی هستم و فلان. اون گفت بیا. بالاخره عمر خوش آمد گفت و اینا نشستن. عمر تو خونه اتاق نشسته بود، حالا تاریک، نه چراغی نه هیچی، و تاریکی هم در واقع مانع از این شده بود که هم دو نفر رو ببینن. چیز ابهام برانگیزی عمر میدید. عمر یواشکی دستاشو اینور اونور نگاه کرد ببینه که آیا بالشتی وجود داره، یه چیزی هست، مثلا حالا اصطلاح عرب ها میگن یک پارچه‌ای که مثلا روی یک مثلا قرار به وسیله که روی حیوان قرار میدن که مینشینن، دید همون هست. هی دنبال میگشت که دوشکی، لحافتی، بالاخره فلانی، فرشی، دید نه بابا، هرچی هست و همون زمین ساده هست و یک پارچه خیلی ساده هم هستش که سرمای دمشق رو نمیتونه از خودش دور کنه. یه دفعه عمر گفت خدا بهت رحمت بکنه، آیا من برات چیزی نفرستاده بودم که زندگی بکنی که داری اینجوری زندگی میکنی؟ ابودردا گفت عمر یادت میاد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما چی روایت کرد؟ گفت پیامبر چی گفت؟ گفت پیامبر گفت باید هر کدوم از شما در دنیا همونقدر به سمت آخرت حرکت کنید مثل یک مسافر. عمر گفت بله. بعد گفت پس ما خب چیکار کنیم بعد از تو؟ عمر گفت که نگاه کن در این لحظه دیگه وقتی که اینو عمر با هم صحبت میکنه، حدیث پیامبر بود، میگه عمر زد زیر گریه و از اون ور ابودردا گریه کرد و همچنان تا صبح که هوا موقع نماز صبح شد این دو نفر گریه میکردن اون شب رو. در هر صورت ابودردا در دمشق بود که تا اون لحظه‌ای که بالاخره مرگ ایشون فرا رسید اومدن گفتن که از چه مینالی؟ گفت از گناهان خودم. گفتن چی میخوای؟ گفت بخشش پروردگار خودم رو. و به کسانی که اطرافش بودن گفت که منو تلقین بدید به لا اله الا الله محمد رسول الله تا من زمانی که از این دنیا برم. بالاخره ابودردا به رحمت پروردگار رفت و خداوند ایشون رو از این دنیا برد. و خب گفتیم که نقل شده عبدالرحمن ابن عوف نقل که همون در ابتدای داستان گفتیم که ایشون از دنیا رو از خودش دور میکرد بدون که به این دنیا توجه بکنه، با دستان خودش و با سینه خودش. رضی الله عنه و رضوا عنه. تو این داستان ما پایان رسید. البته من خیلی سعی کردم مختصر رو سریع به این داستان نگاه کرده باشیم و توجه کرده باشیم تا روزی دیگه و داستان دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.